خب آقای صبر اینجا توضیح میدی که این مرداب چی هست؟ این مرداب که از قدیم مولایان تا از وقتی من یادمه اینجا بوده که نزدیک به جنگله. خب تقریبا وسط جنگل بود. خب و مردابه عمده فکر کنید حداقل 1.5 متر داشته باشه. بعد هم با اقسام ماهی هم داره؟ باقه و مار و لاک‌پشت و خیلی حیوانات تو این زندگی میکنن. عمقش گفتی 2 متره؟ 1.5 فکر کنم 2 متر بشه. 1.5-2 متر میشه. و خیلی هم قشنگه. بزرگم هست. این درخت فکر میکنی چند سالشه؟ این درخت بلوط 600 اینجورا میشه. 600 سال. خب توضیحات اضافه که میخوای انگلیسی چیز کنی؟ گیاهان مختلف هم توش هست. اونم که گیاهان خوردنی، سبزیجات. اون که گیاه مال چی هستش؟ هم تمشکه. خب بوته تمشکه. اینو که حسیر اینا باش میبافن. درسته. اون آره. بعد این خب بعد اون اینجا وسط تابستون باز همین آبو داره یا خشک میشه؟ نه داره. اتفاقا این من ندیدم خشک بشه. آها. پس ماهیگیری هم باید ماهی که اینجا ماهی نداره الا ماهی بریزی. و نزدیکتر میشیم. یه متر و نیم 2 متر. یه حالت مردابه درسته؟ مردابه اصلا. آدم بکشه پایین. آقا دیگه خطرناکه دیگه. حواست باید باشه. درخت توشه. باید مواظب باشی. درخت چی گفتی بلوطه؟ درخت بلوط. اینجا رو گفتی یادم رفت. آره. از این زاویه هم مردابو میگیریم. هم درخت انجلی. اون هم درخت های سپیداره. حالا این مردابه همینجور ببین بوته تمشک هم همه جاشو گرفته. زیر این بوته تمشک آب هستش. همه مرداب هستش. این مردابه همچنان ادامه داره. خیلی هم مردابه بزرگی. از این زاویه هم داریم فیلم میگیریم. این هم خوش شده. آب زیادی. چقدر بزرگی مردابه. درخت های بزرگ هم که میدید بلوط هستش. درخت های هزاران ساله. مردابه همچنان ادامه داره. وسعت این مردابه هم خیلی زیاده. همچنان این مردابه ادامه داره. این هم بوته های تمشک. زیرش هم آبه.
اینم درخت بلوطه. اینم ویوی زیبایی از جنگل. اینم مردابه همچنان تا اینجا ادامه داره. ویو از این سمت ویو مردابه میبینی. عالیه عالی. این هم درخت سپیداری که میگفتم. اینا درخت بسیار بلندیه. درخت قشنگی داره. اینا هم آلوچه جنگلیه. شکوفه‌های آلوچه جنگلی، آلوچه وحشی بهش میگیم. تو این جنگل ما خرس و پلنگ اینا هم داریم، مخصوصا پلنگ زیاده. همین جنگل خوک و گراز و همه چیم تو این جنگل هست. شغال و گلای وحشیه. مخفی میذارن میبندن گلوی چیز. این هم گندمه. تو درخت هم درخت سپیداره. درخت بلندی. این هم شکوفه‌های آلوچه جنگلیه. نزدیک شیم. یه حدود فروردین دیگه کم کم میوه میاره. فروردین اردیبهشت دیگه میباش. اردیبهشت خرداد کم کم سبز میشه و خرداد بار میدونه. خرداد تیر دیگه کم کم ما به اصطلاح میگیم میپزه، یعنی قرمز میشه. چه بویی هم داره. اینم به اصطلاح محلی ما ولیک میگیم. خیلی زیباست، خیلی زیباست. اینم میوه میاره موقع پاییز، مهر ماه. گلای وحشی تو وسط جنگل. اینم جنگل. اینم گلای وحشی. اینم باغ آلوچه هستش، به اصطلاح گوجه سبز. اینم که گلای وحشی. گلای وحشی رو ببینید، طبیعت قشنگی. برگاه این درختم کم کم داره سبز میشه. امروز چندم بهاره؟ 11ام 12ام بهار. فردا 13ام فروردین. 12ام فروردینه. صدای پرندگان جنگل هم میشنوید. والا 12 روز از سال 1403 گذشت. توی جنگل‌های وحشی ایرکانی هستی. والا اینا کاشتن یا خودش در اومده؟ اینا رو کاشتن.
اینم درخت به زبون ما ولیک